جمهوری اسلامی ایران شما آمار 10 تا دادید، 10 تا در سراسر کشور. این فرمان تیر ندادند، اینها زیر دست و پا کشته میشن، اینها در درگیری‌های خصوصی کشته میشن. حالا برمیگردیم به این آقای کنگرلو. توضیح بدم. نکته اول ببینید در مورد، چون مهمترین مسئله است برای بنده حداقل در اینجا، مسئله معترضان هست و تعابیری که آقای نگهدار نسبت به معترضان بکن. ببینید جناب نگهدار عزیز، ما اگه اشتباه کردیم، ارزیابیمون از فضا ارزیابی نادرستی بوده، اجحافی کردیم در حق معترضین بیگناه، به نظرم بهتر عذرخواهی بکنیم به جای اینکه بخوایم توجیه بکنیم. سیاق کلام شما در BBC کاملا روشن بود، اینکه حکومت جمهوری اسلامی دستور شلیک مستقیم نداده. این عبارت شما. و معترضان زیر این که حالا این رو تبدیل بکنیم، این عبارت معترضان زیر دست و پا له شدن رو به نوعی تبدیلش بکنیم به مجاز و تعویلش بکنیم، عذر بدتر از گناه. شما میدونید چی دارید میگید، حتما عاقل و بالغی بعد از این عمر مبارزه سیاسی، و میدونید که این عذر بدتر از گناه. این که ما بگیم من منظورم این بود که به خاطر اینکه خواسته های غیر واقعی مطرح میشه. شمایی که خواسته واقعی مطرح می‌کردید به کدوم از خواسته هاتون رسیدید؟ منی که خواسته حد اقلی تر از شما داشتم، خودم رو میگم که خدا نکنه به شما جسارت نشه، منی که حد اکثر خواستم این بوده که کشور دچار جنگ نشه، به دوزاری ترین رئیس جمهور تاریخ ایران، بلکه از دولت مردان ایران، یعنی مسعود پزشکیان، رفتم دور دوم رأی دادم برای این آدم بی اقتداری که الان دستش تا مرفق به خون معترض ایرانی به وزارت کشورش آلوده است و سخنگویش خانم مهاجرانی میخنده. من رفتم براش رأی جمع کردم دور دوم. متاسفانه به کدوم خواسته حداقلیمون ما رسیدیم که حالا شما میایید زیر دست و پا له شدن رو مجازی تفسیر میکنید؟ نه، شما فرمودید این معترضین مدعاتون این بوده که این معترضینی بودن که به دستور حکومت نبوده، حکومت هم دخالتی نداشته. ولی اون جمله دستور شلیک مستقیم نداشته از کجا اومد؟ آقای نگهدار، من قصد بازجویی ندارم، شأن شما عجل، شأن بندم حالا در حد خودم عجل نیست، ولی این نیست که اینجا بخوام از شما بپرسم درباره جملاتتون. اما خیلی وقت آدم میتونه عذرخواهی بکنه. شما فکر نمی‌کردید که این واکنش رو بربیانگیز جامعه حساس بوده و آن سبو و بشکست و آن پیمانه ریخت که جمهوری اسلامی فرمانده کل قوا 57 ها رو فرا بخواند در سراسر دنیا و براش ماله بکشن با کمال احترام در داخل و خارجشون. آقای نگهدار، تموم شد اون دوران. من نمیگم جمهوری اسلامی تموم شده، نه، جمهوری اسلامی ممکنه بمونه، من نمیدونم. اما اون دورانی که گوش ها نشنوند و چشم ها نبینند تموم شده. من خطابم اینجا نمیخونم، واقعیت رو چشم باز بکنید ببینید در خیابان ها جامعه رو. اگه اجازه بدید اون بحث مربوط به صحبت من رو جدا بکنیم از بحث تحلیل وضعیت تا آیا عوض شده یا نه. نه حالا اجازه، چون چند محور رو یک جا اشاره کردید، ما بشکن نداره، بشکن نداره، دونه دونه ببینید، چرا مشکل نداره، دونه بفرمایید. من اگر مقدمه بحث من در BBC رو که همش 4 دقیقه هم هست نگاه بکنید در اون فرصت کوتاه، من میگم آقای خامنه ای، شما وقتی صندوق راه رأی رو و انتخابات رو بی‌معنا میکنید، راه حضور خیابانی رو، اعتراض خیابانی رو باز میکنید و انتخابات درگیری خیابانی به وجود میاد و در این درگیری های زیر دست پا کشته میشن. شما حس من رو بفهمید. من در اونجا درست میگید، شما کاملا درست میگید. من در اونجا میگفتم در این هیز و بیس کشته میشن، زیر این در این درگیری ها کشته میشن، اصلا صفتم بهش نمیدادم. کاملا حرفم درست بود. دوباره میگم آقای خامنه ای، شما با بستن راه صندوق رأی و نه خالی آقای کردن نگهدار عزیز، اعتراضات در آقای نگهدار عزیز، اجازه بدید جمله بذارید بکنم. دیالوگ کنید. نه، جمله درست اینه آقای خامنه ای، حالا چون عزیز من که نیست، عزیز شما که هست. آقای خامنه ای، با بستن صندوق رأی و قتل عام معترضان. نه، این آقای خامنه ای داره میکشه، زیر دست و پا کسی کشته نمیشه. آقای خامنه ای که دستوره گفت، اینا گفت اختشاش کرد دیروز. آقای خامنه ای که داره میکشه، عجیبه واقعا. و آقای خامنه ای فقط صندوق رأی رو نگرفته، او دیروز گفت اختشاشگر رو باید سر جاش شما نشون، اگر یعنی کشت، آقای یعنی کشت. اجازه بدید اگر من کسی بودم که میخواستم خامنه ای تغییر بکنه، قطعا نظر شما رو میپذیرم. یعنی مسئله ما فکر کنم با عوض شدن خامنه ای عوض میشه، اوضاع عوض میشه. من اینو نمیبینم. من میخوام جامعه این رو ببینه آقای که نگهدار، اصلا ما الان کاری جمله نداریم من میخوایم آقای نمیدونید خامنه‌ای تمام شد. عوض بشه یا نشه. لااقل ایشون لااقل کشته اجازه است، بدید ایشون لااقل گفته اجازه است بدید من اغتشاشگر رو باید سر جاش نشون. این کاری نداره و ایشون به عنوان فرمانده کل قوا مسئول هر کسی است که کشته میشه آقای زیر دست ما، دانشگر، معنی شما نداره. وجدانتون واقعا وقتی در خلوت خود می نشینید و تحلیل می کنید، فکر می کنید که آقای خامنه ای فکر میکنه، خودش ها فکر میکنه با کشتن
ارعاب درست میکنه و ساکت میشه جامعه. بله الان یعنی براتون صداشو پخش یعنی میکنم. یعنی الان نه براتون صداشو پخش میکنم. حستون رو بگید. من نه به برداشت والله شدم. شما اگه از یه جمله اگه من از فقط بذارید فکت من بگم آخر میپرسید، شما من نمیشه اگه که از فکت من صبر میپرسید الان میکنم. صدای آقای من خامنه‌ای صبر براتون میکنم پخش تا میکنم. شما جملتون تموم بشه، باشه بعدا من ببینید صحبت اگه میکنم. از بفرمایید. فکت میپرسید آقای نگهدار عزیز، اگه از فکت میپرسید من بدون احساس صدای آقای خامنه‌ای رو پخش میکنم تا نگاه ایشون نسبت به خشونت رو به شما عرضه کنم. اگه از احساسم میپرسید و گفتگوی خودم با وجدانم، قسم میخورم آقای خامنه‌ای کسی است که یقینا میداند با کشتار معترضان مرعوب میشن میرن داخل خونه میشن. من تحلیلم این، هیچ توجیه دیگری برای این حماقت طی 3 دهه وجود نداره. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. من وجدانم قانع نیست. یعنی رفتاری دیدم که او ملاحظه سیاسی میکنه و میفهمه، شاید میفهمه، نمونه هایی هم میتونم برای شما مثال بزنم که مصلحت نظامش رو میفهمه تا حدی. نمیگم همه اون جهاتی رو که باید به خاطر حکومت خودش به کار ببره میفهمه، ولی فکر میکنم تصویری از خامنه ای ساختن که او منافع نظام خودش رو در کشتار بیشتر، الان اگر بیشتر بکشیم قوی تر میشیم در این وضعیت. آقای دانشگر، من وقتی اون کودتای 91 شوروی رو دیدم دست فرماندهان بزرگ قوای ارتش سرخ داره میلرزه اونجا تو صحنه. چرنگو آویزون شده بود، من خودم اونجا بودم دیدم که اینجوریه. حس من اینه که جمهوری آقای اسلامی نگهدار عزیز، من یه جمهوری سوالی از اسلامی شما بپرسم. این که خب ما اینو توی 401 توی جنبش مهسا دیدیم که وحشیانه به چشم مردم میگشتن، افراد جوان رو بعد از پیدا میکردن، ساچمه میزدن دیگه. این اتفاق من آقای اکبری عزیز، 98 آقای رو نگهدار من گرامی، این بخش 98 رو دیگر. دارم مقایسه میکنم. آقای نگهدار عزیز، ببینید الان داریم این شاخه به اون شاخه میپریم. بنده ببینید خود عرض کردم بینی و بین الله، من قصد نه بازجویی دارم نه مؤاخذه نه هیچ. ببینید من صرفا آدمایی که خونشون بیگناه ریخته شده برای بنده خط قرمز عرض کردم. در مورد پزشکیان منی که اساسا نمیخوام سر به تن جمهوری اسلامی باشه، رفتم رای دادم که یه خون کمتر در جنگ ریخته بشه. خب این موضوع من مشخص میشه. اما بینی و بین الله دارم عرض میکنم، اساسا این بخش دیگر عرض میکنم، مقایسه شوروی ملحد کمونیسم هم با جمهوری اسلامی درست نیست. به والله درست نیست. کسی که خودش رو شما متصل به وحی میدونه میگه نکته خدا مهمی از بگید. زبان من میخواستم آقای بگم خامنه‌ای، که آقای خامنه‌ای میگه خدا از زبان من حرف دانشگر، میزنه، میگه من اعتماد به نفس رو نماینده من امام دارم میگم. زمانم، من ببینید وصلم، اینو من قاطی بهم نکنید. الهام من میشه با اون. اعتماد به نفس رو دارم میگم. اعتماد به نفس رهبران جمهوری اسلامی به خصوص بعد از جنگ 12 روزه به شدت تفاوت میکنه با اعتماد به نفس 1401 هنوز حزب الله اونجا بود، هنوز موشک‌ها اونجا بود، هنوز برنامه هسته کفشش خروس میخوند، همه موقعیت‌ها رو شما میدید، هنوز این جنگ 12 روزه اتفاق نیفتاده بود. بعد از این قضايا شما با اونم آقای ترامپ هم میبینه در یه همچین شرطی اگر ارزیابیتون از روانشناسی جمهوری اسلامی این باشه که مثل 1401 از اون بدتر در 98 در از 3 روز 4 روز 1500 نفر کشته گذاشتن رو دست این. در در دهه 60 ببینید هزار شبانه اعدام میکنن. آقای نگهدار عزیز، شما الان اون اعتماد به نفس رو در جمهوری اسلامی میبینید؟ ببین این دو تا مسئله است. جمهوری اسلامی اعتماد به نفس کشتن 10,000 نفر رو نداره، اما معنیش این نیست که اون 20 نفر رو نکشته. نه من اشکال نگفتم، نداره، 20 نفر رو اصلا کشته قبول ندارم. است، من اصلا نه قبول زیر ندارم دست این و پا حرف. نرفتن، اینا نه خونن، نه اینا نه نه آدمن. نه 10,000 با آقا 20 در نفر این هیچ فرقی درگیری نداره. کشته میشن 20 نفر. آقا من با شلیک مستقیم کشته شدن، زیر دست و پا نبودن. با من نمیگم، فرمان من آقای وارد خامنه این ای قضیه دیروز نمیشم گفتن با شلیک اغتشاشگر رو مستقیم باید کشته شدن. سر جاش نشوند. شما بحثتون این هست، من وجدانم قبول میکنم که آقای خامنه ای دستور تیر آقا داده. دیروز گفته من چی گفته؟ وجدانم قبول جملات نمیکنه. دیروز ایشونو بخونم براتون. گفته سر جای خود بنشانید آقا اغتشاشگر رو. آقا این اغتشاش ایشون، یعنی شما حالا میفرمایید که این من معترضان اینا که کشته. میپذیرم، من آقای نمیخوام وقت جلسه رو بگیرم. من میپذیرم که دقیق تر این بود که من میگفتم آقای خامنه ای وقتی راه صندوق رأی رو میبندید اعتراض به خیابون کشیده میشه، در اعتراض خیابانی درگیری به وجود میاد و مردم کشته میشن و این هزینه بسیار سنگینه برای کشور. من واسه اینجوری میگفتم. واقعیت اینه. من بعدش هم 2 تا مصاحبه دیگه دارم دیگه، میبینید اینه. و خب حالا کم نیستند کسانی که میخوان اعتماد کشی بکنن در این کشور، میخوان فعالین سیاسی کشور رو در مقابل هم قرار راه گفتگو رو ببندن. باشه، من آدمی نیستم که از این میدون به در برم. خب بازم میام حالا بیام سراغ با هم محاسبه بحث سیاسی. میکنیم. حالا بحث خونها رو خب فرمودید تا توضیح دادید. حالا بیام سراغ بحث سیاسی. بله. کدام عقل سلیمی قبول میکنه به لحاظ محاسبه سیاسی خب آها. که نظامی که در شرایط قدرت به شما امتیاز نداد، امروز در شرایط ضعف شما برید گدایی امتیاز ازش بکنید. آقای خامنه ای جز پس گردنی شما اردنگی و زور و تیپا نمیفهمه. شما با چه منطقی، شما با همین منطق یه نیروی سیاسی ورشکسته شدید که جامعه بهتون فوش میده، بعد میگید چرا به من فوش میده؟ امروز رضا پهلوی هم میاد بگه آقا بریم قرب
این صدای آقای خامنه‌ای بذاریم، لیلی بلالاش بذاریم، جامعه به رضا پهلوی هم فوش میده. شما فکر کردید رضا پهلوی خودش فوش میسازه، جامعه هم قبول میکنه، شما از فکر بالا به واقعا پایینه؟ فکر میکنید به شما هم فوش واقعا میده، به فکر رضا میکنید پهلوی هم فوش میده. اگه آقای بگید این آدمی که در اوج وقاحتش، قدرتش، شاخوشون نمیکشی، حالا که اسرائیل و آمریکا دارن بهش پس گردنی میزنن، من با همون مدلی باش برخورد بکنم که قبلا برخورد میکردم، این چه منطق سیاسی آخه؟ من این هرگز چه فهم سیاسی آخه؟ نه من اصلا نظر شما رو قبول ندارم، روش شما هم نمیپذیرم. این زبان گفتار هم نه با رضا پهلوی انجام میدم نه با خامنه ای. این روش من نیست. خیلی خوب، روشی است که ازش خروجی در نمیاد. به تجربه بچرخید، فهمیدم که برید، بله، برید، نباید امیدوار روشی باشید رو که که طرف طی مقابل بخواد 5000 بهش سال تحمیل آینده بکنه انشالله که با اون روش رو منقرض بپذیره. شدن نسل بشر زیر دست آقای خامنه‌ای و نازیست، اگه میخواستن دنیا اینجوری با روش شما بیاندیشد، هیتلر باید تحمل میشد و ژاپن قبل از هیروشیما و ناگازاکی هم باید تحملشون میکردن و بعد همه ما میشدیم برده نازیستا تا 5000 سال آینده جامعه به چنان رشدی برسد که دیگه هیتلر رو انتخاب نکنند. خیلی خوب. نه شما میتونید از اون راهی که فکر میکنید زودتر جواب میده برید. آقا من زودتر جواب خانم میده نیست، من محاسبه راه سیاسیه. یا راهی که بهتون محاسبه جواب میده. سیاسی شما من فکر میکنید ببینید اسلحه جواب میده، نه آقا، من شما میگم، فکر آقا میکنید گوش کنید اسلحه آقای جواب میده. من نه، به هیچ ببینید، جواب نمیده. منو نبرید در اونجا. حل ببینید مشکل ایران بنده، اسلحه جواب نمیده. آقای نگهدار، نه بنده، نه حالا بنده اینجا بیام این وسطی که بزنگاه امتیاز گرفتن منه، عقل سیاسی و منطق سیاسی میگه الان که دشمن تو که خاکت رو به توبره کشیده، منافع ملی تو، مگه شما نمیگی تعهد به منافع ملی ایران دارید، تعهد به توسعه ایران دارید؟ الان این که ترامپ در آمریکا لیبرال دموکراسی داره چوب حرف به من چه ربطی داره؟ بزن. اینکه آمریکا داره قوانین بین‌الملل نقض میکنه در ونزوئلا، بزنه به درک اسفل السافلین. مادامی که کاری داره میکنه که عبارت است از تضعیف یک رژیم خودکامه در کشور، من با هر انگیزه‌ای من به خروجیش کار دارم. من جایگاهی که نه دعوتش بکنم، من که دعوتش نکردم که بیاد جنگ دوازدهم که من دعوت نکردم، به لحاظ حقوقی هم محکومه، اما حالا که داره اتفاق میفته اقتضای عقل سیاسی میگم من ازش استفاده کنم. طرف رفته گوشه رینگ، شما به جای اینکه اجماع بسازید بگید آقایون بیاید نیروهای سیاسی بیانیه بدن، آقای خادم اینجا دلش خوشه که همتی اومده قرار یه کاری بکنه. همتی اگر بلد بود کاری بکنه که 1400 میتونست رأی مردم رو بیاره، قبل از اون میتونه رئیس بانک مرکزی بود، نمیدونم وزیر اقتصاد بود. عقلانی سیاسی میگه آقای خامنه‌ای بگید آقا تغییر پارادایم بده. تو این طوفان رو به سر ما آوردی، من اصلا لازم نیست دعوت به جنگ بکنم. آقای ترامپ دعوت من و شما که هیچی، خدا از بارا هم بیاد پایین منافعش اقتضا نکنه حمله نمیکنه. یا آقای نتانیاهو یا هر کس دیگه رفتن حمله کردن، به یک اختلافی خوردن. اینو به من نگید که اسلحه جواب میده، من معتقد نیستم اسلحه جواب میده، اما یکی به روی یکی دیگه اسلحه کشیده. اینو من بخوام یا نخوام. حالا شما میگید اونی که 40 سال میمده تو خونه قلدری میکرده، تو سر من میزده، به من تجاوز میکرده، پول منم میگرفته، حالا یه نفر دیگه داره میزنه تو سرش، من برم قربون صدقه این برم. چه عقلانیت سیاسی توش هست من نمیفهم. خب همینه، 40 سال درجا زدید، همون خواسته های حداقلیتون صندوق رأیتون هم گرفتن ازتون، مردم الان بهتون محل نمیدن. خیلی خوب. شب دراز است و قلندر بیدار. آقای دانشگر عزیز، شما به راه که انتخاب کردید که فشار خارجی مسئله رو حل آقا من بکنید. انتخاب نکردم، نامه آقای تایزاده رو بخونید، شما مصاحبهش رو با لوکمن نامه آقای بخونید، هر میگه کسی خیلی هر کسی کثیری، تعداد عظیمی از مردم ایران به دو نتیجه رسیدن. مصاحبه آقای تایزاده با لوکمن همین الان بخونید، میفرمایند که خیلی کثیری حتی موافق این هست، مخالف اینن که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک عادی سازی بشه. حرف من نیست، بخش مهمی از مردم ایران میگن آقا. آقای تایزاده هم اشاره میکنه در بله همین مصاحبه منم جزء اخیرش. این نده هستم. منم جزء این نده هستم. من موافق عادی سازی برقراری مبادله سفیر میان ایران و جمهوری اسلامی و ایالات متحده هستم. دارم میگم خیلی برای اینم کثیری از بسیار مردم ایران، آقای تایزاده داره میگه مخالف اینن. خب یادم شما مخالفین. شما من مخالفین. اصلا بحث مخالفت موافقت من نیست، دارم میگم نه اتفاق یه افتاده است. کیسی هستن. بله من قبول دارم آقای رضا خیلی پهلوی خوب، هم اینا مخالفه، چرا هستن؟ مخالف اینا دیپلماسیه. آقای نگهدار، اینا چرا هستن؟ چون دیدن سال 92 تا 96 به محض اینکه پول اومده دست این بابا چیکار کرده؟ ریخته تو حلقوم محور مقاومت. حالا من میگید امروز محور مقاومت دیگه نیست، من به شما میگم از بینش برد، همون حمله نظامی نتانیاهو از بینش برد. ولی حالا شما چیکار میکنید؟ تو این دوگانه چیکار میکنید؟ کی از بینش برد؟ یعنی شما شدید مدافع حمله نظامی؟ نه، کسی باد کاش طوفان درو کرد. الان موقع بهره برداری سیاسی منه. شما این که در جریان آقا چپ بهره یه برداری عمری سیاسی مبلغ شکاف در گسل‌های جمهوری اسلامی بودید، میگفتید بلوک قدرت جمهوری اسلامی چند پاره است، ما در این شکافش زیست کنیم، دموکراسی رو پیش ببریم. حالا چگونه نمیتونید در شکاف میان جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل زیست بکنید و پروژه دموکراسی رو پیش ببرید؟ برای چی شد اینکه حالا خامنه‌ای و آخوندا عزیز شدن؟ من اگر طرفدار گزار توافقی هستم، گزار مسالمت آمیز هستم، برای اینکه این هزینه هایش برای عبور به دموکراسی به مراتب کمتر از آقا اینی اینا که آقای نگهدار، کشور اینا که بمباران بشه، رتوریکه، اشغال اینا که بشه. سخن، آقا مثلا اینا که خطابه نمونه است. عراق دیدیم، نمونه سوریه رو دیدیم. شما چرا از مدل سوریه میخواید دفاع بکنید که دو شکاف رفتن بازی کردن؟ ها
رسیدی، من داشتم فراموش میکردم. این روایتی که شما دارید ارائه میدید که جمهوری اسلامی گمان میکرد که میتواند امنیت ملیش رو از راه حضور در سوریه تأمین کنه، خب نه خیر، جمهوری اسلامی چنین گمانی نداشت. جمهوری اسلامی برای من تعهدش نسبت به امت اسلام، برای منافع ایدئولوژیکش، دفاع از حرم، شماها و امثال شماها بسته بندیش کردید عمق استراتژی. اینا بلد نبودن، چرا شماها بسته بندیش کردید اسم استراتژی عمق دانشگر، استراتژی. آقای دانشگر، فقط وقتی فقط و فقط نمیدونید، اطلاع فقط و ندارید، فقط در اظهار راستای نظر یهود، نکنید. فقط و فقط شماها در راستای اگر یهودی اطلاع ستیزی. ندارید، آقای دانشگر، اینجا دیگه یه دقیقه صبر کنید، اگر اطلاع ندارید اظهار نظر نکنید. من برنامه‌های BBC هست، مقالات من هست که از همون ابتدای شروع مداخله نظامی ایران در سوریه ایستادم جلوش، گفتم این کار غلطه، این کار رو نباید بکنید میفهمم و مخالفت کردم. آقای نگهدار، چرا من الان اون میگید که شما نه، اون اجازه بدید من دارم چی میگم به شما. ببینید شما بفرمایید. در این فرمایشاتتون الان فرمودید جمهوری اسلامی فکر میکرد که با حضور در سوریه میتواند تامین امنیت ملی کند، درسته؟ اینو درسته، من فرمودید. گفتم. احسنت. منم همین دارم میگم این توجیه و اشتباه میکرد جمهوری اسلامی. این توجیه جمهوری اسلامی خودش هم اینو نمیگفت، بله، موافقم کاملا با شما، شماها کاملا دارید موافقم. براش میتراشید. اشتباه میکرد. بله، نه اشتباه میکرد. اصلا با انگیزه، من با انگیزه کار دارم. شما تصورتون یک تصور حکومت خیرخواه متعهد به منافع ملی، تمامیت ارضی و توسعه ایرانه. این نه حکومت نه جمهوری نه اسلامی نه من چنین من, من حکومت یه همچین تعبیری از چنین جمهوری حکومتی اسلامی نیست و ندارم. به فکر اگر امنیت ملی بود ایران هم نیست. اگر بود برای نمیکردید این کارا حضورش رو. در سوریه هم به خاطر منافع ملی ایران نبود، برای منافع ایدئولوژیکش بود، نه اینجا برای من دفاع از حرم بود، برای یهودی ستیزی بود. همین، به نه، همین شما سادگی. فرمول بندی که ببینید، شما باید یه فرمول بندی، پرنسیبی که من در اظهار نظر راجع به دیگری میکنم این هست که شما وقتی اظهار نظر میکنید راجع به مصطفی دانشگر چه میگوید، مصطفی دانشگر حس بکنه که حظی از حقیقت در میان گفته های طرف مقابل هست، یعنی طرف مقابل میپذیره که اینجوری هست. شما نمیتونید یه تعبیری از من ارائه بدی که 4 تا شاخ و 6 تا گوش سر تو هیکل من درست بکنید. شما یه جوری صحبت بکنید راجع به دیگری که دیگری اگر میخواهید به خشونت کشیده نشه، باید یک جوری حرف بزنید که طرف مقابل حس بکنه او رو میفهمید. شما من در کیانوری و رجوی 2 تا تصویر از خمینی میساختن و من هر دوشو داشتم نگاه میکردم و اون مقطعی بود که میخواستم تصمیم بگیرم به کدوم طرف باید رفت. تصویری که کیانوری از خمینی میساخت مورد قبول خمینی نبود، تصویری هم که رجوی میساخت مورد قبول خمینی نبود. میباید از خمینی تصویری ساخته بشه در ذهن خودت اول که برای خود خمینی تا حدی، نمیگم تماما، تا حدی با واقعیتی که اون برای خودش تصویر میکنه ساخته بشه. ما یه تصویری نمیتونیم از خامنه ای، از رضا پهلوی بسازیم که طرف اصلا میگه که اصلا طرف من نمیشناسه، اصلا نمیتونه، گفتگو رو قطع میکنه اصلا. بنابراین تذکر من این یکی از مهمترین درس هاییه که من در زندگی سیاسی گرفتم. شما جوری درباره دشمن خودتون اگر صلح میخواهید با دشمن خودتون جور تصویری ازش بسازید که او حس بکنه شما او رو میفهمید، نه که او حس بکنه شما دارید دروغ راجع به اون میگید. من میگم هم کیانوری هم رجوی. آقای نگهدار عزیز، من فرمایش شما متوجهم، ولی ما به ازای فرمایش شما اگر من تصویری غیر واقعی، غیر مطابق با آنچه او هست به او بدم، او 2 حالت بیشتر نداره: یا من رو متملق و چاپلوس و ریاکار میدونه و علیرغم همه متملق ها منو همواره خارج از دایره قدرت نگه میداره و نقض غرض کنش سیاسی است که کسب قدرته، یا اینکه من رو احمق میداند و بازم به درد کارش نمیخوره، به احمقم میدون نمیده. این دو تا این بنده ارزم این است که شما نمیتونید که تصویر خیالی بسازید و به طرف بگید من برای که درکتون کنم. طرف مقابل یه آدم لاته، چاقوکشه، بی سر و پایی است که میخواد تو منطقه یهودی‌ها رو بریزه تو دریا، از رو تا دریا رو بگیره. برای این کارم هر چی عده و عده لازم بوده فراهم کرده. من بعد میام میگم نه آقا تو خیلی آدم منطقی هستی، تو خیلی میفهمی. نه خب این تصویری که منم بذارید تصویرمو بگم دیگه از خامنه ای که چیکار می‌خواسته بکنه، یه دلاتون اینا رو میگید. من خامنه ای یک صحنه ای هست که من توصیه میکنم این عکس رو شما ببینید. روز قدس مجتبی خامنه ای داره تو قدم میزنه، داره میره، پسر 6 سالشه یا 7 سالشه، الان نمیدونم پسر مجتبی چند سالش شده، بالا چند سال، 15 سال پیشه، ولی اون یک تابلویی دستشه که عکس رهبران جبهه محور مقاومت رو اون چیده شده. اینا داره جلوی مجتبی داره میره. این برای من اون تصویریه که جمهوری اسلامی، یعنی دستگاه رهبری جمهوری اسلامی رویاش بوده. میخواد در برابر این، روشن میگم، در برابر تعرض عربستان سعودی و ترکیه برای گسترش قلمرو نفوذ خودشون محور شیعه درست کنه، هلال شیعه درست کنه، امپراتوری شیعه درست کنه به مرکزیت ام القرا، به مرکزیت تهران. میخواد دامنه اقتدار جمهوری اسلامی ایران از هندوکش باشه تا مدیترانه. این رویای اونه.
خب این چنین نیست آقای سرکوبی. من فکر میکنم دامنه که خودش ابتدا او به اینجوری فکر ایران میکرده. اینی که اینی آقای که این نگهدار از اگر این پروژه رو پیش ببریم، من اینو میگم، دو تا وسیله هم براش پیش برده از نظر پرگماتیک بگید. یکی تشکیل میلیشیای مقاومتی و مسلح کردن اونها، یکم برنامه بازدارنده هسته‌ای، ابزارهای پیشبرد این سیاست تا یک جایی جلو رفت، ولی هزینهش برای ایران، آقای نامور حقیقی اینجا هست، محاسبات اعداد و ارقام بیشتر تو جیب ایشون هست که چه هزینه سنگینی، هم به لحاظ امنیت منطقه‌ای، هم به لحاظ رشد اقتصادی، هم به لحاظ رابطه همزیستی مللی که در یه منطقه دارن صحبت می‌کنن، و نتیجهش هم اقتدار افتاده. همین پریروز این گالاتاسرای کرپسی، این پل گالاتاسرای، 500,000 نفر اونجا جمع شدن با پرچم فلسطین و اسرائیل و دارن هم تظاهرات میکنن. 500,000 نفر. جمهوری اسلامی 36 سال آقای خامنه ای داره این کار میکنه، 20 نفر آدم نمیتونه جمع بکنه برای همون آرمانش. باخت تمام این رو و ما میدیدیم که این اتفاق داره میفته. آقای دانشگر 15 سال پیش، 2011 خب 2012 میدیدید، خب 2013 میدیدید، مقالات خب ما رو بخونید. خب آقای نگهدار، خب میدیدید و حالا هم میبینید که نه منافع ملی نه اقتدار هیچ کدوم تامین نمیکنه. حاضر هم نیست عقب نشینی کنه. اگر کسی معیارش اقتدار ایران بود، ملاکش اقتدار خب ایران چه بود، بکنیم؟ ما نه قبول دارم، قبول دارم. چه بکنیم؟ نه، بفرمایید. اولین کار اینه که شما تعریفتون رو از مسئله عوض بکنید. این خوشبینی مفرط، با عرض احترام به شما نوعی رو از ساده لوحی نسبت به آقای خامنه‌ای که او کسی است من باید یک تصویر رمانتیک از او ارائه بدم، به او بقبولانم که من تو رو درک می‌کنم، بذارید کنار. نه، آقای خامنه‌ای بعد از این هزینه‌ها در نه، وضعیتی که ضعیفه. چه جوری تغییر، یه مسیر تغییر برای من بعد دوستان من تاثیر فکر بکنه. کنم که بحث به جای خوبی رسید. اگر من آقای سوال آقای آقای فرخ مجنون نگهدار یه و نکته دارم براتون بله بگم. اجازه بدید اجازه بدید یه جوابی هم آقای دانشگر بدن و خب این بحث یه مقدار به درازا کشید، صحبت بقیه دوستان و کامنت رو قبول ببینید دارم، عزیزان. قبول دارم. بفرمایید. اینجا راه حل این که چه راه حل هدف قرار میدن. شما با جمهوری اسلامی، با زدن کسی مثل جریانی مثل آقای پهلوی و هر جریان دیگری که قائل به این که آقا اولویت ما نه نمیدونم تکروی های آمریکاست، نه نمیدونم ضد نظم بازی کردن آقای ترامپ، نه ونزوئلاست، نه فلسطینه، نه غزه است، اصلا همه درانه با غزه همه با هم پوچ بشه، اصلا در اسرائیل راستای افراطی بیان، اصلا در آمریکا و در سراسر جهان راستای افراطی بیان. اینا مسائل ما نیست، مسائل ما آقای رضا پهلوی نیست، اینا نامسئله است. الان موقع و بزنگاه این است که همه با هم یک صدا جمهوری اسلامی، آقای خامنه‌ای که گوشه رینگ رفته ضعیف شده رو از او بخواهیم و جامعه رو در این جهت گفتگوی عمومی ایجاد بکنیم. شما آدرس های غلط غلوط بسیار آقا نمیدونم چرا طرفدار پهلوی فوش داده. عرض کردم به شما فوش محصول یک وضعیت انفجاری است در کف جامعه. شما یک صدا آگه شده، یک صدا به معنی کلمه آقای خامنه‌ای رو تبرئه نکنید، یک صدا او رو به تغییر پارادایم، نشستن بر سر میز مذاکره جامع، دست برداشتن از سیاست یهودی ستیزی. شما هنوز نپذیرفتید آقای خامنه‌ای یهودی ستیزی نمیکنه، هنوز نپذیرفتید، هنوز زیر بار این نمیرید. شما هنوز زیر بار این نمیرید که آقای خامنه‌ای دنبال نابودی اسرائیل. شما هنوز زیر بار این نمیرید که شما هنوز آقای خامنه‌ای رو در بازی ضد نظمش به نوعی محق میدونید. نه 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 نه، شما بحث، اول ببینید من چه فعال چپ هستم، شما ضد چپ هستید، مخالف چپ هستید، میگید راست بهتره. درست. این نگاه ما هم به انسان، هم به دنیا، هم به مسئله فلسطین، هم به مسئله ممدانیان، نمیدونم ترامپ و اینها، شما میگید به ما مربوط نیست. من این وجدانم قبول نمیکنه، خب من به ما انترنشنال مربوط آقا، من نیست. میگم اولویت دارم. اگر نه صادقم اولویت در این که نه، ایران بذاریم داره کنار. قربانی میشه، حالا ایران داره نابود میشه، بقیه چیزا اولویت بعدی منه. اول نه ایران رو باید نجات بدم. مثل نه هواپیما، شما کنار در هواپیمای در حال سقوط میگن آقا اول ماسک هوای خودت رو بذار، بعد کنار خب دستی تو کمک خب کن. این در خیلی اون ساده است، موردی که اصل شما دارید، عقلانیه. ببینید شما در اون موردی که میگید که آقا مهمترین کاری که امروز همه فعالین سیاسی باید بکنن گفتگو برای پیدا کردن راه برون برد کشور از این وضعیت بسیار بسیار خطرناکه ادامه پیدا بکنه، معلومه همه ما اصلا نه امنیت ملی مونه، نه اقتصاد مونه، نه چه. همین مسیری که داریم میریم، این مسیر پرتگاهه. اینو قبول داریم با هم. راه حلی هم که شما میگید بشینیم گفتگو کنیم و راه حل پیدا کنیم، کاملا مورد تایید من هست. بله خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار.